امکان نداره آدم موفقی بشی مگه اینکه این 3 نفر رو بذاری کنار. سومی خیلی سخته. 1. نسخه قبلی و گذشته خودت. همون کسی که فکر میکردی نمیتونه هیچ وقت به جایی برسه. همون کسی که قبلا خیلی اشتباه میکرده. همون کسی که قبلا خیلی سرزنشش کردی. فکر کردن به گذشته و اشتباهات مثل لنگریه که تا رهاش نکنی حرکت نمیکنه. 2. والدینت. میدونم پدر مادرها خیلی برامون زحمت کشیدن، خیلی هم عزیزن، اما تو باید جدا بشی، باید مستقل بشی تا بتونی ایده ها و نظرات خودت رو دنبال بکنی، رویاهای خودت رو بری دنبالش و نه مال اونا رو. 3. هر آدم بدی که از روز تولدت تا حالا اینجا نگرشون داشتی، کسایی که خواسته یا ناخواسته به تو آسیب زدن، آدمای منفی که الان دور و برتن، تو روت حسادت میکنن، کسایی که مطمئنی اینا نمیتونن تو مسیر پیشرفت کمکت بکنن. میدونم سخته اما خیلی مهمه این کار. حالا میدونی چرا باید این آدما رو رها کنی؟ چون اونا رو داری تو ذهنت حمل میکنی. بریزشون بیرون تا جا باز شه برای ایده ها و رویاها و هدف های بزرگ.